سلام بچه‌ها. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی جذاب که این اولین ویدیوی کانال منه، یعنی موین PS. اینجا اگه عاشق PC و لپتاپ و کار باهاش هستی و میخوای آموزش ببینی، اینجا من به آموزش میدم و این کانال مخصوص توه. لطفاً از پست من حمایت کنین، سابسکرایب کنین، لایک کنین و زنگوله پایینم بزنین. لیتس گو، بزن بریم. خب میریم برای آموزش. اینجا رو دقت کنین. شما اینجا باید برین داخل بخش دیزاین. اینجا میتونین برای خودتون تصویر زمینهای مختلف انتخاب کنین، هر چی که دوست دارین. اینجا هم چیزهای مختلفی از رنگهای مختلف، هر جوری که میخواین تنوع بدین به کارتون زیباتر بشه، اینجا میتونین برای خودتون درست کنین و بازم هرچی خودتون. مثلا این طرح قشنگه، اینا همه طرحهای قشنگی هن که من خودم این طرح رو انتخاب میکنم. خب من خودم این طرح رو انتخاب میکنم و خیلی این طرح رو خوشم میاد. خب اینجا شما برای اینکه این شروع بازی رو بنویسین باید یه تکست باکس درست کنین که میدونین شما بیاین داخل بخش اینزرت و اینجا گزینه تکست باکس رو بزنین و یه تکست باکس بسازین که من ساختم. حالا بهتون نشون میدم، ببین اینجوری، و داخلش این نوشته مینویسین. شما حالا من نوشتم شروع بازی، شما مثلا میتونین بنویسین که برو بریم، یا هر چی که دوست داریم میتونین بنویسین. من نوشتم شروع بازی که کارمون جذاب‌تر بشه. که اینجا دقت کنین. خب اینجا ما تو بخش هوم میریم که خودش وقتی انتخاب کنیم میره اینجا درجه، یعنی شما میخواین چقدر کلمتون بزرگ باشه یا چقدر کوچیک باشه. من 115 گذاشتم. حالا شما هر چقدر میتونین بزرگتر کنین. اینجا انتخاب میکنین. ببینین من بالاتر میبرم بالا میره، پایینتر میارم پایین میره. شما اینجا بولدش کردم، شما میتونین بولدش کنین یا نکنین. اینجا رنگشم من اومدم رنگ یه جوری شبیه نارنجی کردم. حالا شما میتونین رنگای مختلف انتخاب کنین. خب اینجا فونتش هم میتونین عوض کنین، هر فونتی که دلتون بخواد، دیگه به دلخواه خودتونه. اینجا هم یک دونه شکل مستطیلی درست کردم که شما میتونین در بخش هوم، این گوشه که من اینجا بهتون نشون میدم، اینجا میتونین شکل مثلث انتخاب کنین و حالا میتونین دایره کنین، هر چی که دلتون میخواد. نگاه کنین اینجا این گزینه رو میزنین و اینجا میتونین دایره کنین هر شکلی که بخواین. حالا من یکی براتون میکشم ببینین. اینجا برای خودتون درست میکنین و ادامه میدین. من حالا چون قبلا درست کردم دیگه درست نمیکنم. خب داخل این هم یه تکست باکس داره که شما هم میتونین از این بالا کپی بگیرین، یعنی از شروع بازی، و هم میتونین در بخش اینسرت اینجا تکست باکس رو بزنین و روش بکشین، یا میتونین همینجا کپی کنین. راست کلیک میکنین و گزینه کپی رو که بزنین میتونین بیاین پایین کپی کنین و شروع بازی رو پاک میکنیم و بزن بریم رو مینویسیم و کوچیک‌ترش میکنیم. به همین راحتی، هیچ کاری هم نداره. شما میتونین هر کاری که دلتون میخواد کنین. خب اینجا ما میایم بزن بریم رو انتخاب میکنیم، میریم تو بخش اول هوم و بعد بزن بریم رو انتخاب میکنیم. بله اینجا من گذاشتم 72. شما میتونین بزرگتر کنین، مثلثتون اصلا میتونین بزرگتر کنین، یه شکل دیگه بدین. من اینجوری طراحی کردم. شما میتونین رنگش هم میتونین هر چی که دلتون میخواد عوض کنین، میتونین بولدش کنین، میتونین هر کاری که دلتون بخواد کنین. خب پس این اسلاید رو ما طراحی کردیم و یه چیز مهم که مهمترین چیز این بخشه، میایم تو بخش اینسرت، گزینه اکشن انتخاب میکنیم، میایم روی موس کلیک میزنیم و این گزینه پایین رو میزنیم. این گزینه پایین رو که زدیم شما باید اینجا روی گزینه نکست اسلاید بذارین، یعنی اسلاید بعدی. نکست اسلاید یعنی اسلاید بعدی، یعنی وقتی من روی این گزینه میام کلیک میکنم این بره اسلاید بعدی. اینجا هم ببین دقت کنین، من میام اینجا دوبار کلیک میکنم و میره اسلاید بعدی. به همین راحتی. این یکی از بخشای مهمه. چیزای دیگه هم میتونیم بلد بشیم ولی این خیلی مهمه، این چیز خیلی مهمیه. پس تو بخش اینسرت اکشن و نکست اسلاید رو انتخاب میکنیم.
موسکدیک نکست اسلاید. میریم تو اسلاید دوم. اینجا هم باید یه مثلث در بخش هوم، یک دونه مثلث دیگه میتونین دایره کنین، میتونین مستطیل کنین، میتونین متوازی الاضلاع کنین، میتونین هر چی که دلتون بخواد کنین، هر چی دیگه اون دیگه دل بخواهیه. خب اینجا میتونیم برای اینکه ببریم اونور میتونیم از همین کپی بگیریم و اینجا پیست کنیم. همین میتونیم کپی بگیریم مثلث رو و ببریم همونجا پیست کنیم. اینجوری دیگه نیازی بیام مثلث بگیریم، یکی بزرگ باشه کوچیک باشه، برای کار خودتون زیاد خوب نیست و اینجوری دقیق‌تر و منظم‌تر و قشنگ‌تر میشه کارتون. گفتم که شما میتونین هر شکلی بگیریم. برای این خط وسط که شما باید از این روش رد چین، وقتی زدین بیرون یه دونه مسابقه تمرکزیه. اگه زدین بیرون که چی میبازین. خب برای طراحی این شما میان تو بخش هوم، اینجا الان مشخص میشه و خیلی بازی جذابه میشه. میان تو بخش هوم، اینجا این گزینه‌ای که منحنی داره رو انتخاب میکنین که بتونین هر جوری که دلتون بخواد بکشین. حالا من یکی براتون میکشم شما ببینید. مثلا به این شکل میکشه، یکی قلبی میکشه، یکی مثلا هر جوری که دلش میخواد. حالا ما کشیدیم، میایم تو تنظیمات مربوط به خودش که اون گوشه میاد وقتی شما این طراحی کنین و اینجا فیل شما باید بزرگ کنیم، یعنی خط شما باید ضخیم‌تر کنیم. شما میتونید تا آخر ضخیم کنین، میتونید نازک کنین، هر جوری که دلتون بخواد، ولی به نظر من تا آخر ضخیم کنین، چون اگه نازک‌تر کنین برای خودتون سخت میشه. این خیلی مهمه. خب حالا من بهتون نشون دادم و پاک کردم. بعد اینو درست میکنین. بله این شکل رو درست میکنین و طراحی میشه این شکلتون. خب ما اینجا باید بهش اکشن بدیم که فرمان ما رو گوش کنه. اینجا باید بهش اکشن بدیم که فرمان ما رو گوش کنه. شما طبق معمول میای این مثلث اینوری رو میای این مثلث رو انتخاب میکنید که توی تصویر ببینیم. منم انتخاب کردم. میاین تو بخش اینسرت، میاین اکشن رو دوباره میزنین، موس اوور میزنین که رسیدین روش زود بره اسلایدی که دلتون میخواد. و اسلاید چهارم، یعنی اسلاید آخر ما رو که میخوان آفرین برنده شدی، یعنی برنده شدی و پیروز شدی رو انتخاب میکنیم. برای اینکه اسلاید مربوط به خود انتخاب کنین، تو بخش اسلاید نوشته اسلاید میزنین و میتونین هر اسلایدی که دلتون میخواد انتخاب کنین. من آفرین برنده شدی رو انتخاب میکنم و میزنیم اوکی. پس تو بخش اسلاید رو میزنیم. اینجا ببینیم تا میره روش میشه آفرین برنده شدی، تا میره روش میگه آفرین برنده شدی. حالا شما میتونین پیروز شدی، مثلا حالا هرچی میتونین یه ترانزیشن هم بهشون بدین که در قسمت‌های بعدی توضیح میدم اینا رو همه براتون. خب بعد اینجا یه کار دیگه هم داریم. ما میخوایم آقا وقتی از این خط زد بیرون ما باید چیکار کنیم؟ این خیلی مهمه. ما پس میایم پس زمینه رو انتخاب میکنیم، در بخش اینسرت اکشن رو میزنیم، پس زمینه رو انتخاب میکنیم. میایم تو بخش اینسرت اکشن رو میزنیم و دوباره موس اوور میزنیم که وقتی اینجا دوباره اسلاید رو میزنیم دقت کنید. دقیقاً رو مثلا اسلاید رو میزنید، همه اسلاید رو براتون میاد بالا و اسلاید 3 یعنی باختی رو، آیوای باختی رو انتخاب میکنیم که یعنی تو وقتی از خط بزنی بیرون میگه ای وای باختی، تو وقتی از خط بزنی بیرون میگه ای وای باختی. اینجا شروع بازی تست کنیم، بزن بریم. اینجا زدیم رفت. اینجا شروع میکنیم. الان من باختم، میگه ای وای باختی. حالا اینجا هم بهتون آموزش میدم. ببینین یه لحظه. ببین من از خط زدم بیرون، ای وای باختی. الان ببین وقتی میزنم بیرون میگه ای وای باختی. یه بار دیگه قشنگ ببینین. پس ما اینا هیچ کدوم هیچ اکشنی نباید بذارین برای اینا که میری روش اصلا هیچ فرقی نداره. این برام بهتون نشون میدم هیچ اکشنی نیاز نیست برای این بذارین. برای این خط خطیه هیچ اکشنی نیاز نیست بذارین. و فقط برای صفحه باید اکشن بذارین که یه بار دیگه ببینیم اکشن رو میگیرین، اسلاید رو میزنین، مصور رو میزنین، اسلاید رو میزنین و بخش 3. اینجا هم یه بار دیگه ببینین. ما میایم اینجا باختم، اینجا رو دوباره ببینین میزنیم. خب اونم بهتون آموزش میدم. اینجا دقت کنین. من وقتی روی این خطه میرم هیچی من نمیگه، وقتی زدم بیرون باختم. این خیلی مهمه که شما
دقیق کار کنین. خب یه بار دیگه ببینیم. خب اینم از اسلاید دوم که این اسلاید اول و دوم مهمترینش بود. اسلاید سوم هم یکم مهمه ولی بقیه مهم نیست. پس وقتی شما این مثلث انتخاب میکنین آفرین برنده شدی. وقتی شما صفحه رو انتخاب بره روش میشه ای وای باختی. خب میریم سر طراحی این. دوباره میایم تو بخش اینزرت و گزینه تکست باکس انتخاب میکنیم که من قبلا کشیدم دیگه. شما میتونین بکشین که من چون ای وای باختی رو نوشتم دیگه نیازی بنویسم، شما بنویسین دیگه، این کاری نداره. دوباره انتخابش میکنیم، میایم تو بخش هوم. ببینین من وقتی میبرم بالا میارم پایین درجه فرق میکنه. من روی 115 گذاشتم. اینجا میتونین شما بولدش کنین، میتونین نکنین، اینم بستگی به خودتونه. خب میریم برای طراحی این. میام تو بخش هوم. اینجا این گزینه آخر یک دونه شبیه فلش مانند داره. خودش رو وقتی طراحی کنین منوی اکشن برای شما باز میشه که شما میتونین اینجا انتخاب کنین به چه اسلایدی میخوایم بریم. من الان میگم به چه اسلایدی باید بریم. اینو من انتخاب میکنم. صبر کنین شما براتون بازه. من باید برم انتخاب کنم. میام تو بخش اینسرت اکشن. شما باید بیارین رو موس کلیک و اسلاید 2 رو انتخاب کنین که یعنی من 2 بار کلیک کردم روی این بیاد روی اسلاید 2. اینجا رو دقت کنین. من 2 بار کلیک میکنم میاد روی اسلاید 2، یعنی شروع دوباره. من باختم، الان باختم روش 2 بار کلیک میکنم و میاد اسلاید 2. نگاه کنید بار اکشن موس کلیک و گزینه پایینشو میذارین تا فعال بشه و اینو باز میکنین منو رو و گزینه اسلاید رو میزنید و اسلاید 2 رو انتخاب میکنید که دقت کنین بهتون آموزش دادم. اینا رو همه رو باید دقت کنین. اینا رو باید خیلی دقت کنین و قشنگ و با ترتیب یاد بگیرین. حالا دقیق کامنت هر سوالی داری میتونین از من بکنین. میریم برای طراحی اسلاید 4 و اسلاید آخر. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودین. اسلاید آخر دوباره دو بخش اینسرت هم تکرار کنین یاد میگیرین. تکست باکس رو برمیداریم که من قبلا کشیدم ولی شما میتونین بکشین و انتخاب کنین. میایم آفرین برنده شدی رو انتخاب میکنیم یا میتونیم کلی رو انتخاب کنیم. اینجا میتونین شما درجهش انتخاب کنین چه درجه‌ای باشه، بالا پایین میشه. اینجا میتونید فونتش رو تغییر بدین. اینجا ببینید من هی فونت تغییر میدم تغییر میکنه. هر فونتی که دلتون میخواد. میتونید فونت هم دانلود کنین. اگه بخواید فونت های مختلفی داشته باشین میتونید داخل کامنت به من پیام بدین. من فونت های مختلف براتون به صورت فایل براتون ارسال کنم که براتون بیاد. اینجا بولد میشه، میتونید بولد کنین. یعنی بولد یعنی بزرگ شدن، یک دونه بزرگ میشه یعنی بولد کردن. اینجا من انتخابش میکنم. میتونین تغییر مختلفی انجام بدین. میتونین بولد کنین، میتونین بولد نکنین. ببین تغییر ببینین. میتونین زیرش خط بکشین، میتونین نکشین. میتونین سایه ریز بهش میده اگه دقت کنین. میتونین سایه نندازین. ببین من بزرگتر کردم شما ببینین. یه سایه ریزی بهش میده. میتونین بندازین برای خوشگل شدن کارتون. میتونین کجش کنین، یعنی به صورت کج نوشتتون بشه. میتونین رنگشو هر چی که دلتون میخواد بذارین. میتونین رنگ هر چی که دلتون میخواد، هر چی که عشقتون میکشه رنگو بذارین برای خوشگل شدن کار خودتون. بله میریم یه بار تست کنیم ببینیم کارمون چطور شد. ما اینجا کلیک میکنیم. اینجا من باختم، دقت کنین. اینجا کلیک میکنین دوباره شروع میشه بازی. اینجا رو دقت کنین. خب اینجا دوبار کلیک میکنیم. خب دوباره شروع شد. میایم از اینجا میریم ببینیم من رو هم روی خط حرکت میکنم. وقتی که اینجا میزنم از خط بیرون میگه ای وای باختی. میگه ای وای باختی. ببین ای وای باختی. وقتی میزنم بیرون میگه ای وای باختی. اینجوری که معلومه هر جا بریم میگه ای وای باختی. چون ما اسلاید رو انتخاب کردیم و براش یک دونه اکشن گذاشتیم. اکشن چی گذاشتیم؟ اکشن گفتیم برو اسلاید 3. ولی وقتی به این مثلث اینوری برسیم میگه ای وای برنده شدی که اینجا رو طولانی مدت چون من نتونستم برنده بشم. بله من نتونستم برنده بشم ولی شما به محض اینکه برین رو مثلث بعدی براتون سریع میده آفرین برنده شدی. و حالا میتونین با این اکشن بازی‌های مختلف بسازین. ببین آفرین برنده شدی. میتونین بازی‌های مختلف بسازین، میتونین چیزای مختلف بسازین، میتونین کارهای مختلف بسازین،
میتونیم بازی‌های مختلف بزنیم، در همه پروژه هاتون به دردتون میخوره. زیاد سرتون رو درد آوردم، با یه فیلم دیگه همراهتون خواهیم بود. خدا